امروز سه‌شنبه است، 10 ژانویه 2017، 21 دی ماه 1395. امید عزیزم، پسر نازنینم، اومده که ما به صحبتامون درباره گذشته ادامه بدیم. امیدوارم همیشه سلامت و سالم و خوب باشه و این گفتنی ها رو به عنوان خاطره ای از من داشته باشم. در جلسه گذشته رسیدیم به اینجا که ایرج محبتایی که بعدها پدر بچه های من شد، در مدرسه‌ای که پدرم مدیر بود و مادرم معلم و خواهر ایشونم اونجا معلم بود درس میخوند و با آقای فرزانه معلم ورزش و غریق نجات استخری که در شهر ری بود آشنا شدن، ازدواج کردن. بعد از مدتی این خانوم صاحب پسری شد به نام حمید فرزانه، ولیکن از نظر اخلاقی با آقای فرزانه با همدیگه توافق نداشتن و با سر هر چیز کوچیکی دعوا می‌کردن و یکی از چیزهایی که آقای فرزانه داشت، مردی بود که فوق‌العاده خوب بود ولی یه خود خسیس بود و این خانم مخلوق خانم از این بابت خیلی ناراحت بود و حسادت میکرد به خانم برادر آقای فرزانه که چرا ایشون به اونا کمک میکنه و کمک مالی میکنه و ناراحت بود. مامان ملکه مرتب میگفت تو خودت کار میکنی، حقوق داری، خب اون داره به برادرش و خانومش کمک میکنه، تو چرا خودتو ناراحت میکنی؟ و این لجبازی رو ادامه میداد. بعد مدت‌ها که بچهش به دنیا اومد مریض شد، مریض سختی شد و در منزل خالش بستری شد. در اونجا یک حالا روز یا شب، چون من کوچیک بودم یادم نمیاد، که میگفتن یه مقدار زیادی خونریزی کرد، استفراغ کرد و خونریزی کرد و بعد فوت شد. و بعدها که برادر بزرگشون حسام الدین محبتایی پزشک شد و پزشک فوق‌العاده خوبی بود، گفت فکر میکنم که خواهرم مسلول بود یا سرطان خون داشت، حالا نمیدونم که کدومش واقعیت داشت. بعد دیگه مامان ملکه انقدر ناراحت شد که دیگه تمام موهای سرش سفید شد از وقتی که ایشون فوت شد و آقای فرزانم بچه رو با خودش برد به شهر ری پیش مادرش و اونجا این بچه رو بزرگ کردن. سالها اونجا بود و درس خوند و بزرگ شد و مامان ملکه هم تمام مدت که پنجشنبه شب میشد با من میرفتیم به شهر ری بر سر مزارش و اونجا ناراحت بود و چیز بود و قصه میخورد. برای این بچم لباس میبافتیم، چیز میبردیم و میرفتیم سر میزدیم تا اینکه سالها گذشت و این حمید فرزانه بزرگ شد و درسش رو در دبستان و دبیرستان خوند، مهندس کشاورزی شد و بعد از مدت‌ها که دیگه مهندس کشاورزی شده بود و کار میکرد، با یه خانومی ازدواج کرد و صاحب 2 پسر شد. البته آقای فرزانم تا موقعی که حمید بزرگ شد و ازدواج کرد و بچه دار شد با هیچ خانومی ازدواج نکرد. بعد یه دختر خاله‌ای داشت که اون شوهرش مرده بود، 3-4 پسر بزرگ داشت که حرف این مادر رو گوش نمی کردن. مجبور شد که اون ازش خواهش کرده بود که بیاد
باهاش ازدواج کنه و سرپرستی این بچه ها رو بگیره که حرف مادرشون رو گوش کنن. بعد که ماما ملکه این خبر شنید خیلی ناراحت شد و با آقای فرزانه یه مقداری دلگیر شد که چرا این کار کردی. اونم به ماما ملکه گفت نه خانوم، من به خاطر سرپرستی از اون بچه ها به این کار دست دادم، وگرنه من کسی نبودم که بخوام ازدواج کنم یا همسری بگیرم. بعد دیگه این گذشت و ما هم فریدون و ایرج که مدرسه ابتداییشون رو در دبستان دقیقی که مامان ملکه اونجا معلم بود و بعد دفتردار شد ادامه دادن. فریدون به دبیرستان دارالفنون رفت، رشته ادبیات. ایرج به دبیرستان حکیم نظامی رفت، رشته ریاضی. و من هم در دبیرستان ایران درس خوندم تا کلاس نهم. بعد به دانشسرا رفتم و اونجا درسم رو ادامه دادم تا از دانشسرا فارغ التحصیل شدم، هم به عنوان علمی هم به عنوان که معلم بشم، چون اون موقع هر کی از دانشسرا فارغ التحصیل میشد وزارت آموزش پرورش استخدامش میکرد. فریدون به دانشکده ادبیات فارسی رفت، ایرج به دانشکده فنی رفت، اونجا درسشون رو ادامه دادن. بعد فریدون بعد از تموم شدن دانشگاهش دبیر ادبیات شد و در دبیرستان ها تدریس میکرد. یه مدت زیادی به کرج فرستادنش، اونجا مدرسه دخترونه تدریس میکرد. بعد ایرج هم یه مدت کوتاهی به دبیرستان رفت برای تدریس ریاضیات، ولی ادامه نداد این کارو، ولی فریدون ادامه داد. بعد ایرج در به علت اینکه خیلی آدم خوش‌ذوق و خوبی بود به رادیو رفت، در اونجا تهیه کننده شد. بعد از طرف رادیو فرستادنش به انگلیس، در BBC لندن اونجا دوره دید و بعد از اینکه دورش در اونجا تموم شد وقتی برگشت به شیراز رفت و رئیس رادیو شیراز شد. در اونجا سالی بود که دوگل رئیس جمهور فرانسه به ایران اومده بود و از ایران بازدید میکرد. وقتی که به شیراز رفت ایرج کسی بود که از اون پذیرایی کرد، از فرودگاه آوردش به رادیو برد و نشون داد. در اون موقع هم ایرج با خانم منیژه سیاوشی ازدواج کرده بود و در شیراز زندگی میکردن و خانم بسیار خوب، زیبا، خوش‌اندام و نازنینی هست و بود و هست. بعد فریدون بعد از مدتی که از کرج منتقل شد به تهران و در تهران پارس دبیرستانی ساخته بودن به نام بهازین، نویسنده مشهور ایران. در اونجا مشغول تدریس شد در مدرسه بهازین به عنوان دبیر. من هم در مدرسه دقیقی 1335 فارغ التحصیل شدم. در دبستان اول دبستان راه آهن رفتم به عنوان معلم، اونجا تدریس میکردم. بعد منتقل شدم به دبستان دقیقی. در اون موقعی بود که فریدون به دانشگاه میرفت و من ساعتایی که کار نداشتم سر کلاس اون میرفتم که کلاسش بدون معلم نباشه. بعد از مدتی ما از آقای ایرج محبت‌آیین خبری نداشتیم.
ایشون وقتی دیده بود که برادرش درس خونده و طبیب شده و خیلی هم نسبت به این برادر نامهربون بود و چون ایرج محبت‌آیین با خواهرش خیلی مهربونتر و بهتر بود، ایشون هم تصمیم گرفته بود که بعد از گرفتن دیپلم کنکور بده و به دانشگاه بره و رفته بود در دانشگاه به رشته دندان پزشکی. در اونجا وقتی در دانشگاه بودن، دانشگاه ادبیات هم فکر میکنم که در یه مهمونی یا یه جشنی بود که دانشجوها رو دعوت کرده بودن، فریدون ایرج محبت‌آیین رو دید. اونجا با هم سلام و احوال پرسی کردن، اون از ماها پرسیده بود، فریدون جواب داده بود که مهین معلم شده و دیگه مدرسه میره و کار میکنه و مشغوله و اینا. بعد فریدون وقتی به خونه برگشت به مامان ملکه گفت که میدونین من امروز کیو توی دانشگاه دیدم؟ همه گفتن کیو دیدین؟ گفت که ایرج محبت‌آیین رو دیدم که در رشته دندون پزشکی درس خونده و دکتر دندون پزشک شده. خلاصه همه گفتن خب آفرین، مرحبا، باریکلا و چی ادامه داشت، تا اینکه یک روزی آقای فرزانه به منزل ما اومد. در ضمن اینم بگم که ایشون از همون موقعی که در مدرسه ابتدایی درس میخوند و منم در مدرسه بابام بودم، ایشون 12 سالش بود، من 7 سالم بود، یعنی ایشون 5 سال از من بزرگتر بود. این آقا عقلشون به اینکه دختر و عشق و اینا میرسید، ولی من یه بچه‌ای بودم که از این چیزا کاملا بیخبر بودم و ایشون آماده بود و میخواست که یعنی یک رابطه‌ای با من برقرار بکنه. در همون سال 1320 هم که رضا شاه رو از ایران برده بودن و شهر شلوغ شده بود، ما همگی رفته بودیم به باغ آقای فرزانه، چون یه باغی در شهر ری داشت، در اینکه بم نندازن و مردم رو میکشتن و اذیت میکردن به ما آسیبی نرسه، به اونجا رفتیم، همه اونجا بودیم و آقای ایرج محبت‌آیین و برادر بزرگشون هم اونجا بودن و ما با پدر و مادر و ایرج و فریدون اونجا بودیم. بعد دیگه این چیزای مملکتی هم گذشت و تموم شد و رضا شاه رفت و پسرش جانشینش شد و دیگه ماها برگشتیم و منم سر کار رفتم و مشغول شدم. 1337 بود که آقای دکتر محبت‌آیین فارغ التحصیل شده بود و دکتر دندون پزشک بود. آقای فرزانه یه روزی اومدن به منزل ما و گفتن که من اومدم که ازتون دیدن کنم و خوشحالم که با شماها دوست بودم، رفیق بودم، صمیمی بودم. میخواستم بگم که این ایرج محبت‌آیین میخواد که بیاد از مهین خانم خواستگاری کنه و با هم ازدواج کنن. البته اولش یه مقداری ماما ملکه مکث کرد و جواب نداد و چون در این ضمنی که ایشون درس میخوند به دانشگاه میرفت و منم معلم بودم، این نامه مینوشت. یک بار نامه نوشت داد به یک فقیری که سر راه من بود، من نامه رو گرفتم و نگاه کردم و نخوندم. بعد با ایرج ما خیلی چیز شده بود، صمیمی و دوست شده بود و دیگه این آشنایی ادامه پیدا کرد و نامه می نوشت میداد به ایرج، برای ما می آورد، منم جواب میدادم، ایرج برادرم می برد بهش میداد. البته ایرج یک آدم خیلی راز نگهدار و رفیق و
بسیار بسیار برادر نازنینی بود که هیچگاه این صحبت ها و این حرفا رو نه به ماما ملکه نه به بابا آقا و به هیچ کس نمی گفت، چون اون زمان این کار و نوشتن نامه یا پسر و دختر به هم دیگه کار بسیار خلافی بود و مردم این کار رو دوست نداشتن. تا اینکه بعد مدت ها که دیگه با فریدون آشنا شد و گفتن فارغ التحصیل شده اینا، اومد به خونه ما و از ماما ملکه خواهش کرد که اگه میشه شما خونتون اتاقی دارین، من حاضرم یه اتاق از شما بگیرم و اینجا زندگی کنم، به خاطر البته من. مامان ملکه چون آدم خیلی مهربون و دلرحیمی بود گفت اشکالی نداره، ولی مادر بزرگ ما عزیز جون برگشت گفت نه، تو دختر بزرگ داری و نگاه داشتن یه پسر به اصطلاح بدون زن و اینا تو خونت درست نیست و این کارو نکن. ماما ملک هم گوش کرد این حرفو و آقای دکتر محبت این از اون روز دیگه چشم نداشت که عزیز جون رو ببینه و از عزیز جون کاملا زده شده بود. بعد دیگه آقای فرزانم اومد و این صحبت ها رو کرد و بعد دیگه قرار شد که چیز کنن، قرار شد که باشه ما حالا حاضریم که این کارو بکنیم. بالاخره در ضمن ایرج محبت این در یک خونه ای که دختر خاله مادر ما زندگی میکرد اتاق گرفته بود و اونجا زندگی میکرد و من نامه هایی رو که برام نوشته بود به ایرج داده بودم، گفته بودم به این بده بهش که اینا رو نگه داره که کسی این نامه ها رو از من به اصطلاح نبینه و نگه که این چیه. و اون نامه های خودشو و نامه های منو توی یه کیفی نگهداری کرده بود که میگفت توی اون کیف چند تا سکه نقره داشتم که پدرم بهم داده بود و پدرشم در همون سالهای گذشته فوت کرده بود و یک زن پدری هم داشت که سالها با اونا زندگی میکرد. بعد در اون خونه که زندگی میکردن یک مادر ما یک دایی داشت به نام دایی جعفر که اون دختراش اسمشون شمسی و نیره بود و اینا نسبت به من حسودی میکردن، چون آدمای حسودی بودن. مادرشون آدم بیسوادی بود و به ماما ملکه حسودی میکرد، خیلی دوست نداشت که دایی مامان با ماما ملکه رفتار خوب و اینا داشته باشه. اینا متوجه شده بودن که من و ایرج محبت‌آیین با هم یه رابطه خصوصی داریم. به یکی دیگه از پسرای دایی ماما ملکه که آقای هوشنگ مسیح پور بود اینو گفته بودن و اینا عادت داشتن که حتی کیف مادر یا خواهر و اینای خودشونو میگشتن و هرچی توش بود نگاه میکردن و میگرفتن. یه سفری هم که ما به کلاردشت رفته بودیم، مسافرت رفته بودیم، برادر ایشون آقای حسین مسیح پور با ما اومده بود، اونجا فیلم گرفته بود از منظره، از ما، از صحبت‌ها، از سفرها. وقتی اومده بود خونشون مادرش هم باز یه آدم بیسوادی بود، در دوربین رو واز کرده بود و عکسا نور دیده بود، همه خراب شده بود و این تفلک جیغ و گریه و شیون میکرد که چرا دوربین منو وا کردی. برادر بزرگتر که آقای هوشنگ مسیح پور بود یه روزی که ایرج محبت‌آیین خونه نبوده میره تو اتاقش و سرکشی میکنه و توی اون جعبه و کیفی که اونجا بوده میگرده، نامه های منو پیدا میکنه و اونطوری که ایرج محبت‌آیین میگفت
که نامه ها رو برداشته و اون سکه های نقره منم برداشته.